انجام میشه. در حالی که 20 روز وقایع دردناک غزه به مسئله روز جهانی تبدیل شده و همه رسانه‌های دنیا به پوشش اخبار و بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازند، کمرنگ شدن توجه بعضی روزنامه‌های کشور به این موضوع مهم جهانی و منطقه‌ای تعجب اهالی رسانه را برانگیخته. برای پرهیز از هر پیش داوری علت این موضوع رو از مدیر مسئولان این روزنامه‌ها پرسیدیم. اول روزنامه اعتماد ملی که غیر از عکس امروز صفحه اولش دست کم در 10 روز گذشته موضوع غزه از عناوین و عکس‌های صفحه اولش محو شده. تعجبه که این صحبت رو شما می‌فرمایید. این روزنامه هم از ناحیه شورای سیاستگذاری هم از ناحیه صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظف هست که به مسئله غزه فوق العاده اهمیت بده. جا داره که رسانه‌های داخلی ما بیشتر بپردازن. من از همین طریق هم به روزنامه اعتماد ملی تذکر میدم هم سایر روزنامه‌ها که به این مسئله فوق العاده اهمیت بدن، از جهات مختلف، صرفاً به نقل خبر و یا درج تصویر هم نپردازن، بلکه مسئله رو کاملا تحلیل کنن. ببینیم توضیحات مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در این زمینه چیه. ادعی دنبالن اخلاق و انسانیت رو به طور کامل لگدمال کنن و دفنش بکنن. با این دیدگاه نخیر، هیچ کس حق غزه رو ادا نکرده، حق این چیزی که داره در غزه اتفاق میفته. اما در حد اتفاقاتی که در کشور افتاده، در حد توانمندی که یک روزنامه داره، یک روزنامه 12 صفحه‌ای بایستی مطالب مختلف رو پوشش بده، باید مواظب باشه تبلیغش به ضد تبلیغ تبدیل نشه. ما با توجه به این فاکتور قطعا حق مطلب غزه رو ادا کردیم. میتونید به ما یه آماری رو ارائه بدید که توی این 3 هفته و به ویژه توی این چند روز اخیر چند بار تیتر 1 آفتاب یزد غزه بوده؟ تیتر 1 آفتاب یزد؟ بله. من الان تو ذهنم اصلا شاید هیچی. ما باکسای بالای صفحمون نمیدونم چقدر روزنامه خان هستید و روزنامه بین هستید، دک‌ها که میرید اتفاقا بسیار از روزنامه تیتر 1شون پیدا نیست. اون باکسای بالا پیشانی روزنامه است. ما هم تقریبا روزی نبوده که در باکسای بالا از غزه نداشته باشیم و این که گفتم هیچ نبوده. روز تو همین هفته یک شنبه یا دوشنبه ما عکس یکمون و تیتر یکمون غزه بود، همون درگیری شهید پلیس انگلیس با 100,000 تظاهرکننده در برابر سفارت اسرائیل. این که چون گفتم هیچ چیزی نافتاد، یه روزی قطعا اینطوری بوده. خیلی خب، من دیگه نمیخوام وارد فونت و اینجور حرفا بشم که خب میدونید که چقدر توی نگاه بیننده تاثیر داره. آفتاب یزد در 10 روز گذشته فقط یک مورد از تیترها و عکس‌های صفحه اولش که مهمترین بخش روزنامه به حساب میاد به موضوع غزه اختصاص داشته. روزنامه ایران هم چند روزیه که موضوع غزه و اخبار مربوط به تحولات اون رو از موضوعات صفحه اول خودش خارج کرد. چرا؟ عکس اصلی روزنامه ایران بزرگترین تصویر ما نوشته تکافؤ نقاشان کشور برای حمایت از مردم غزه. اعتقاد دارم باید برای نحوه کار و پوشش خبری این فاجعه‌ای که در اون سرزمین ها داره رخ میده ما خیلی منطقی، حرفه‌ای و اثرگذار و هنرمندانه کار بکنیم. البته الان که خبرهایی که از غزه به گوش میرسه احتمال پایان جنگ در روزهای آینده جدیه، اما شاید با طولانی شدن جنگ و صحنه این نبرد نابرابر اتفاق خطرناکی بیفته و بعضا عادی بشه اخبار اون کشتاری که در غزه داره رخ میده. قطعا این مسیر رو برای این که نظام سلطه راحت‌تر به اهداف خودش